پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان روز 20 مارس سال 2024 در یک پیام ویژه مردم را با فرا رسیدن عید نوروز سال نو فارسی تبریک گفته ساکنان کشور را بار دیگر به ذخیره کردن خوراکواری دو ساله‌شان دعوت کرد. این دعوت سالهای زیادی است که در پیام‌های امامعلی رحمان حتی به مناسبت عید مادران صدا می‌دهد. امامعلی رحمان گفت: ما افتخار می‌کنیم که جشن نوروز محصول تفکر و اندیشه مردم آرای نژاد بوده تاریخ بیش از 6000 سال دارد. با وجود همه کوشش‌های از بین بردنش در طول تاریخ نوروز مثل زبان و فرهنگ ملی در هسته نیاکان ما آنقدر مستحکم جای گرفته بود و مقام و جایگاه آن در میان مردم ما آنچنان بلند بود که هیچ یگان مانع و قوه آن را نتوانست از بین برد. در ادامه پیام تبریکاتیش امامعلی رحمان به وضع امروزه جهان پرداخته و گفت: سالهای آخر با سبب مرکب و ناآرام گردیدن وضع سیاسی جهان، تغییریابی بی سابقه اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن، کم‌آبی و خشکسالی، اینچنین پنج شدن بیماری‌های سرایتی، تأمینات اهالی سیاره با اوضاع‌خواری تا رفت مشکل گردیده ایستاده است. به گفته پرزیدنت در تاجیکستان نیز کم‌آبی ادامه داشته، بارش برف و باران نسبت به سال گذشته امسال 70% کم شده است. امامعلی رحمان گفت: طبق مشاهده‌ها و تحلیل‌ها سال 2024 جامعه جهانی از نگاه تأمینات با مواد غذایی نسبت به سالهای گذشته با وضعیت بازم مشکل و وزنین‌تر روبرو می‌گردد. ولیکن امروز ساکنان بیش از 80 کشور دنیا از مشکلات قحطی و گرسنگی اذیت می‌کشند. بنابراین ما باید از تمام ذخیره و امکانیت‌های موجوده، طبیعت و اقلیم مساعد کشور مخصوصاً آب و زمین از جمله زمین‌های پرزیدنتی و نزد اولگی عاقلانه و ثمرناک استفاده بریم. در شرایط کنونی ضرور است که به کشت تکراری گرفتن 3-4 حاصل از زمین‌های آبی، ذخیره 2 ساله مواد غذایی در هر یک عائله و رسیدن به یکی از هدف‌های استراتژی ملی‌مان حفظ امنیت اوضاع‌خواری اعتبار اولین درجه داده شود، گفت امامعلی رحمان. دعوت به ذخیره 2 ساله خوراکواری سالهای زیاد است که از زبان امامعلی رحمان تقریباً در هر سخنرانیش صدا می‌دهد، ولی منتقدان این کار را در شرایط تاجیکستان یک کار غیر ممکن می‌شمارند، از جمله به دلیل اینکه سطح درآمد مردم در تاجیکستان از همه پست‌ترین در بین کشورهای شوروی سابق دانسته می‌شود. بسیاری‌ها توان ذخیره کردن خوراکواری 2 ساله خود را ندارند. ثانیاً برای جمع آوردن ذخیره 2 ساله خوراکواری هر عائله باید انبارهای بزرگ مجهز با شبکه‌های گرم‌دهی و یخدان داشته باشد که در شرایط شهر اصلا امکان ندارد و در دهات بازم به دلیل سطح درآمدش مردم توان ساختن چنین انبارها را ندارند. به بالا این بی‌برقی نیز امکان نگاه داشتن محصولات زیاد را به چنین مهلت طولانی نمی‌دهد. گذشته از این اکثر محصولات اساسی غذایی به مثل ارد و مکران یا برنج 2 سال نمی‌پایند و ویران می‌شوند و به این دلیل بسیاری از ساکنان تا حال صرفم نمی‌روند که منظور پرزیدنت از ذخیره کردن خوراکواری 2 ساله چیست.